الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل عرض کردم خدمت شما که محبوب ترین اعمال نزد الله متعال فرایض هستند، یعنی کارهایی که الله متعال در قرآن کریم به ما دستور اکید داده که آنها را انجام بدهیم. با تعبیرهای مختلفی الله متعال آن اعمال را بر ما فرض کرده، مانند نماز و روزه و زکات و حج و بقیه عبادت ها. در میان عباداتی که الله متعال بر ما فرض کرده، این عبادات طبقه بندی هستند. برخی از این عبادات اهمیت بیشتری را دارند، ثواب بیشتری را دارند و ترک آنها گناه بیشتری را دارد. پس بنابراین انسان مسلمان باید اهمیت هر عبادت را در نظر باید داشته باشد. مهمترین رکن از ارکان عبادی اسلام، ارکان عملی اسلام، نماز هست. بعد از شهادتین و بعد از این که انسان مسلمان می شود، به یگانگی الله و رسالت و نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتراف می کند، دومین حکم اساسی اسلام و اولین فرض عملی دین مبین اسلام نماز هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام علی خمس، ستونها و پایه های دین اسلام 5 مورد هستند. اولین شهادتین هستند، دروازه و کلید ورود به اسلام، و بعد از آن از میان اعمال و فرایض شرعی نماز هست. اولین فرضی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر امت اسلامی فرض گشته و اولین موردی که در روز قیامت الله متعال از حقوق خودش، از حقوق الله، وقتی که بندگان را بازخواست می کند، اولین مورد همین نماز هست. پس بنابراین جای تعجبی هم نیست که این نماز محبوب ترین عملی باشد که الله متعال از میان بقیه اعمال برگزیده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردم که ای العمل احب الی الله، کدام عمل نزد الله محبوب تر هست؟ الله متعال کدام عمل را بیشتر میپسندد؟ میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الصلاة علی وقتها، خواندن نماز آنم سر وقت، نماز خواندن، انجام این عبادت آنم سر وقتش. ما در میان عبادت هایی رو داریم که وقت و زمان مشخصی رو دارند، یعنی دقیقاً وقتی رو که این عبادت شروع می شود و تا وقتی که تمام می شود، یعنی وقت عبادت مشخص است. از فلان ساعت و فلان دقیقه شما باید این عبادت رو انجام بدهید تا فلان وقت. این زمانی هست که الله متعال مشخص کرده برای انجام عبادت. و برای نمازها رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث متعددی اوقات این نمازها را برای ما مشخص کردند. به طور مثال وقت نماز فرض، نماز فجر، زمانی هست که بام بدمد، سپید دم طلوع بکند تا زمانی که آفتاب بر بیاید. این وقت نماز فجر هست. همه من و شما مکلف هستیم که نماز فجر را در این وقت بخوانیم و در اول وقت بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الصلاة علی وقتها،
ابن مسعود میپرسد که یا رسول الله، محبوب ترین عمل و پسندیده ترین کار و عبادت نزد الله متعال کدام هست؟ فرمودند الصلاة علی وقتها، نماز را سر وقت خواندن. در مورد نماز در آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما مأمور هستیم به اقامه نماز. اقیموا الصلاة یقیمون الصلاة، یعنی که نماز را به بهترین وجه و کاملترین گونه ادا می کنند، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ادا می کردند. صلوا کما رأیتمونی اصلی، بنگرید همان گونه که من نماز میخوانم شما نماز بخوانید. کاملترین نماز نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و سعی بکنیم که این احب الاعمال را، محبوب ترین عمل نزد پروردگار را، همان گونه که الله متعال میپسندد همان گونه انجام بدهیم. نماز خواندن در اول وقت یکی از عبادت هایی هست که الله متعال میپسندد. ابن بطال رحمت الله علیه میگوید که این حدیث معنیش این است که در اول وقت و در ابتدای وقت ما باید اقدام بکنیم به نماز خواندن و بدون عذر نماز رو از اول وقت تأخیر نکنیم، تا جایی که ممکن هست بعد از اذان و در اول وقت نماز رو ادا بکنیم. امام طبری رحمت الله علیه با توجه به این تأکید رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبل از آن تأکید الله متعال بر این عبادت، ایشان می‌فرماید که آن کسانی که عبادت مفروضه را یعنی نماز را از وقتش تأخیر می‌کنند و نماز را قضا می‌کنند، خارج از وقت می‌خوانند، کسانی که نماز را فوت می‌کنند و قضا می‌کنند، اینها اعمال دیگر را به طریق شایسته و اولاتر ترک می‌کنند. تأکیداتی که در مورد نماز اومده در مورد عبادات دیگر نیامده. اگر کسی با این همه تأکید، با این همه سفارش که از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم شده باز هم نماز را ترک بکند، یعنی این که بقیه اعمال که کمتر سفارش شده به طریق اولا از دست اون ترک می شود. پس بنابراین تأخیر نماز از وقتش یک گناه کبیره هست، حرام هست. الله متعال قبل از این که انسانهای بینماز را تهدید بکند، در کنار اونها حتی نمازگزاران را هم تهدید کرده. حتی کسانی را که نمازگزار هستند منتها نمازشون طبق دستور الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، آنها را الله متعال تهدید شدیدی کرده. آنجایی که الله متعال می‌فرماید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به حال نمازگزارانی که نمازشان را فراموش می‌کنند یا نماز را به فراموشی می‌سپارند، در فکر نماز خودشون نیستند. یعنی چی که نماز را به فراموشی می‌سپارند؟ یعنی این که از آن گفته شده منادی الله را شنیدند که دعوت کرده که بروند به مسجد نماز بخوانند، اما باز هم این ندای ربانی را نادیده میگیرند، گویا که اصلا صدای پروردگار را و این دعوت الهی را نشنیدند. نماز را در سر وقتش و اول وقتش نمیخوانند. فویل للمصلین، وای بر آن نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنهایی که نمازشان را فراموش می کنند، یعنی آنهایی که نماز را به تأخیر می اندازند و سر وقت نمی خوانند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه این آیه را که الذین هم عن صلاتهم ساهون تعبیرش را و تفسیرش را این گونه بیان کرده که الذین یؤخرونها عن اوقاتها،
آن کسانی که نماز را از وقتش به تأخیر می اندازند. الان ببینیم وقتی که الله متعال نمازگزارانی را که سر وقت نماز نمیخوانند این گونه تهدید کرده، پس آنهایی که نماز نمیخوانند چه تهدیدی دارند؟ ابوالعالی رحمت الله علیه هم همین تفسیر رو کرده که لا یصلونها لمواقیتها، که سر وقت نماز نمیخوانند، ولا یتمون رکوعها ولا سجودها، رکوع و سجده نماز رو کامل نمی کنند. پس بنابراین اگر ما میخواهیم که محبوب الله باشیم، اعمالی که الله متعال میپسندد آن اعمال را باید انجام بدهیم به همان گونه که الله میپسندد و در همان وقت و زمانی که الله متعال میپسندد. امیدوار هستم که انشاءالله همه من و شما نمازگزارانی باشیم که نماز را سر وقت و با همان کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام میدادند انشاءالله ما هم انجام بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.